خدمت دوستان عزیز و گرامی. دوستان میخواستم راجع به تنظیم چراغ 206 یه موضوعی بهتون بگم. ببینید تنظیم چراغ 206 یه قلق خاصی داره، به علت اینکه بلد نیستم متاسفانه نمیخوام توهین کنم به کسی، نمیتونن جا بزنن، برای همین چراغ تنظیم نمیشه، یا بالا میزنه یا پایین. این موتور چراغ 206 ببینید ریگلاژ رو میچرخونید تا آخر میاد جلو، انتهای انتها با دستت کاسه رو میگیری میکشی جلو، به این صورت انداختیم این تو، تمام. موتور چراغ 206 انداخته شد، تمام. به همین راحتی. حالا بنداز رو ماشین، با این پیچ ریگلاژش میتونی چی بالا پایینش کنی. از داخل چراغ کلید بالا تنظیمش رو میزنی، اونو تنظیم میکنی تا یه حدودی بعد از اونو بالا پایین میزنی، تمام. ممنونم.